تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود دوستان عزیز در پادکست گنج شایگان. و شکر بی‌عدد که نمردیم و دیدیم که چگونه پیشگویی ها جامعه عمل می پوشند. در این برنامه سال 2006 پیشگویی شده بود که پیشوا یا داهی مردم قزاق اعلان شدن نورسلطان نظربایف چند سال دوام می کند و سپس به خاک سیاه یکسان می شود. ولی این چند سال تگ 20 سال دوام کرد. از همه عجیبش خود نظربایف هم در زندگیش با چشمان خود دید که عنوانهای بلند و هیکلهایش فرو پوشیدند. در آن سال 2006 وقتی که به خودش این عنوان بلند را میداد هیچ گمان نداشت که عاقبتش چنین می شود. وگرنه کمی خاکساری می کرد. نکرد. و دری چنین قرارهای چاپلوسانه را برای پرزیدنت های دیگر باز نمود. یک چیز را فهمیدن دشوار است که برخی رهبران به چاپلوسی چند منفعت‌جوی دور بر خود باور می‌کنند و خود را اگر خدا حساب نکنند پیغمبر آخر زمان می‌دانند. لیکن اصلش را گیریم آنها همه چی را به خوبی می‌فهمند. نظربایف هم می‌فهمید، دیگران هم می‌فهمند. اما هدف از قانون‌هایی که آنها را شخصان فوق‌العاده و خدمت‌هایشان را تاریخی اعلام می‌کنند خیلی ساده‌تر و زمینی‌تر است. آنها می‌ترسند که اثر قدرت روند به کمیش در زندگی خور و زار شدنشان حتمی است اگر بدتر از این برای جنایت‌هایشان زندانی نگردند. بنابراین برای خود از قانون‌های بوالعجب سپر می‌سازند. یا اگر تخته شاهمات را پیش نظر آوریم خود را قلعه بندی می‌کنند. عنوان فخری پیشوا آهسته آهسته آنها را به یک چیز شبیه پادشاه یا شاهنشاه تبدیل می‌دهد. ولی با وجود این آنها خود را رهبران دموکرات جلوه می‌دهند و در قانون اساسیشان کشور خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می‌نامند. در آن برنامه سال 2006 تلاش این بود که چه کسی بودن یک رهبر دموکرات مورد صحبت قرار گیرد. همصحبتان خوبی از داخل و بیرون کشور در این برنامه شرکت کردند. حالا با هم شنویم. در راه هستید مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟ پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه. سیاستشناسان میگویند رئیس جمهورهای زیادی در ممالک گوناگون خود را دموکرات مینامند، ولی پرزیدنت های واقعا مردم سالار چه در صحنه امروزه جهان و چه در تاریخ زیاد نبوده اند. اما با وجود کمشماری هر یک آنها سیمای درخشان، ماندگار و عبرت‌آموز نامیده می شود. به مانند نلسون ماندلا، فرانسوا میتران، واصلاو هاول و دیگران. تحلیلگر امور سیاسی علیرضا نوری‌زاده میگوید بیش از همه بیل کلینتون به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو بوده است. پرزیدنت بیل کلینتون یکی از افرادی بود که چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است. ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت‌های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر می‌رسد، اما هیچ کدامی از آنها را نمی‌توان به معنای تامش دموکرات نامید. بنابراین او رو به تاریخی باستان می‌آورد. من وقتی که پرزیدنت میگم پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر میآید که وی اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تصویب رساند و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت‌های کشورهای دنیا بند و بست‌های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانون‌های دموکراتی است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتی راه گشایند. و میگوید چنین تجربه‌ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می‌رسند. با وجود آنکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست‌ها میباشند، ولی در اون کشور نیز الکی چهارمین سردار دولت عوض شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کنیم سومین رئیس جمهور. و اما عباره رئیس جمهور دموکرات چیست؟ علیرضا نوری‌زاده. معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت‌ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن. اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واصلاو هاول همچون پرزیدنت چکسلواکیا و بعداً جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند، نیلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذشته رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرود آفریده است در حق نیلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت مینامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده‌های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده‌ها سزاوار عمر اویند و آماده است برای آنها بمیرد. It is an idea for which I hope to live for, but my Lord. ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد. مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دور ریاست جمهوری به طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگر سیاستمداران راه دهد و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغاز نوی نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است. I feel like a young man of 50. کارشناس تاجر عبدالله رهنما میگوید ماندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پرزیدنتی طلب کند، ولی وقت بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. با نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر ماندلا این گونه نمی‌کرد، آرمان‌های بنیادی یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشوری در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می‌داد. ماندلا و دیرتر واصلاو هاول برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذشته را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملاً نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چه رفتاری داشته باشد؟ شاکرجان حکیموف. هنگام به عمل برآوردن صلاحیتش رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهر جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کار سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد. پرزیدنتی که مثلا غم کشورش میخورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات به راه میماند و مثلا مجرای زندگی مردم به میسازد و پرزیدنت است. اما آیا در چنین مرحله‌های سخت تاریخ نیز برای یک پرزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ میپرسم از حقوقشناس شاکر جان حکیموف. البته قانون. اگر قانون و قانونیت نباشد سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است. ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگیرد و این البته روی خاطر آن که بهر هم قومانش، اولادش یا یک محل محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت اشکم اسیر نمیشد. در حالی که تاجیکستان در عرصه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یکی از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو نیست. پس آیا میتوان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنت واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟ من در 14 سال بعدینه نمیبینم. اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد به یگان دگرگونی نظررس نائل گردیدن غیر امکان است. سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالب بود برای یک رهبر مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبر دموکرات یا مردم سالار جوابگوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنتی واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه با شما پسند است لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخش‌های نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار. در راه هستید مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.